دوستای عزیز یک دو دانه خانه بریم مرغانچا جور کنیم دیگه. یک دو خانه دو اتاق یکش جور کردیم یکش مانده. مرغانچا گرد سر قیمت پرندگکای مقبول است، خیلی خوشم میاد. از اونجا دو شاخه بادام جور کردن، حالا او را پیشک بودن. یک نشان بدید. آوش جور کردن او را پیشک نزدیکی نابود کرد. آوش در شاخ بادام دیگه نزدیک او را پیشک بین بره. بس ما بادم بخاطر کتم یک دو دانه دو اتاقه می جور کتم باز کچی میشه. بیرم در پالیش بیزن. آتک هم بلند. پالیش نه دونه خوب بلند. از این بلندتر بود؟ آب بزن بزن. کم بلندتر. ده بیچسبون. بلند بیچسبون. کم بلند. چسبیدگیش بیچسبون کم بلند. باز بلند باشیستم. اینا دوستای عزیز یک دو خانه دو اتاقه برای مرغانچا جور کردیم که یا مسلمه زیاد پشت خانه نکرده. استپ گذارم وزیر انشالله که آمدن اینجا خانه جور کرد باز وقت هم نشان میده. من اینجا متوجه هستم یا بسیار پشت خانه میگرده. در شاخ بادام جور کرد. شاخ بادام یک در پایین بود، حالا پیشک بخی پدر خم مملکت بلیشی. باز ما در بخاطر تصمیم گرفتم که دو اتاقه برشان جور کنم. شاید بیا اینجا خانه بیسازه. باز اگر ساختم باز نشان میدم. باز انشالله حمایت کنید دوستا صفی ما را. فوق العاده